عرض میکنم دو مسئله اساسی. یکی این که فرض کنیم آقایون اصلا مطلق مادرزاد دوست، خب با این شرایط آیا یه دزدی باشه که به حریم خصوصی آدم تجاوز نکنه بهتره، یا یه دزدی که به حریم خصوصی آدم تجاوز میکنه؟ من فکر میکنم همه یک دلیل. عزیزم اجازه بدید. نه من توضیح دادم عزیز دلم، من توضیح دادم، گفتم ما با مشکلات ایران دست به گریبان نیستیم. هموطنان ما داره اجبار شده از استیصال، از بد به بد، از بدتر به بد پناه میارن. من این را لااقل 10 بار گفتم خدمتتون. حالا بفرمایید. مطلب دوم این که اصلا دموکراسی چیزی نیست که بذارید این آقا بفرمایید دموکراسی. تو همین آمریکایی که میگن محض دموکراسیه، هنوز تو خیلی از ایالت‌هاش مبارزه دارن میکنن برای آزادی‌های مدنی، مثلا چه میدونم برای همجنسگراها یا ایالت‌هایی که مشکلات دیگه دارن. و چطور متوقع داریم تو ایران یه دفعه دموکراسی باشه؟ من اعتقاد دارم دموکراسی تو ایران و تو هر کشوری مثل ایران که جهان سومه پله پله بعد پیش بره. حالا شاید این پله از نظر شما مثلا بین بد و بدتر باشه، ولی بازم یک قدم به جلوه. آدم میخواد سکوت کنه و ما جواب سکوت رو گرفتیم. چی شد؟ مثلا رفتیم رای بدیم دوره قبل احمدی نژاد توش در اومد. بله گفتم، اینا رو هم گفتم. چش عزیزم درست میگی. از یک زاویه درست اجازه توضیح بدم. امر دیگری ندارید؟ نه از تلفن عزیزم. بله عزیزم قربونتون برم. من خدمت شما توضیح دادم که ایران که بیافرا نیست. قربونتون برم. ایران اولین درد همینجاست. شما توجه نفرمودید. خواهش میکنم برید لااقل این 2 کتاب کسروی رو بخونید. تاریخ مشروطه جلد اول و 18 ساله آذربایجان که میشود جلد دوم تاریخ مشروطه. خاطرات یحیی رو بخوانید آقا، کتابا رو بخوانید ببینید چه خبر بوده 100 سال پیش. مملکت ما در 1907 انتخابات آزاد درست داشته. چه چیزی رو پله پله؟ حالا 500 سال دیگه ما باید صبر کنیم تا این دزدا بیان مملکت ما رو غارت کنن، مردم ما رو بکشن که بعد ببینیم چه میشه؟ این داستان گی که میفرمایید یک امر جدیدی است در آمریکا، شروع شده تازه که گیا عروسی کنن. شما نگاه کنید به دوره اول مجلس شورای ملی. آقا این که تاریخ مملکت بنده و شماست عزیز دلم. من به پله پله شما متوجه هستم چی میفرمایید. این مطالب شما رو بنده توضیح دادم، نه ای که ندادم. شاید نگاه نکردید یا توجه نفرمودید یا اونی که خودتون میخواد میشنوید. 100 بار من توضیح دادم که ما اینجا حق نداریم تعیین تکلیف کنیم برای مردم داخل. عرض کردم بنده اینجا جستجوگر ایدئال ها هستم. 1000 بار این شعر رو خوندم که کس نیاید به زیر سایه بوم بر همای از جهان شود معدوم. 1909 1910 یعنی ایران پیش از بسیاری از کشورهای دیگر عرض کنم که مجلس داشت و نمایندگان داشت، انتخابات صحیح و درست داشت. شما دارین راجع به ایران صحبت میکنید. چگونه است که مغولستان که محل به قول تاریخ آدم کشان و خونخواران عجیب و غریب بوده که دنیا رو خراب کردن با شمشیر، یک شبه دموکراتیک شد. حالا ما باید پله پله چند سال بریم؟ 130 سال که زور زدیم نشده. اینقدر خودتون دست کم نگیرید دوست محترم، قربونتون برم. آخه این چه حرفی است که شما میزنید که بین یکی که دزده و به زن آدم تجاوز میکنه، یکی دزد رو تجاوز نمیکنه، بریم به اون دزده که تجاوز میکنه رأی بدیم؟ یعنی ما اینقدر بیچاره و بدبخت و عرض کنم که فرومایه شدیم که به این چیزا میفهمم. من شرایط ایران رو چگونه است دوست عزیز. بنده عرض کردم بنده یکی که خدمتتون هستم معتقد نیستم که بین بد و بدتر بایستی بد رو انتخاب کرد. بایستی که نه بد رو انتخاب کرد نه بدتر رو، کوشید برای بهتر. آخوندان میخوان ما همین کارو بکنیم عزیز من. آخوندها برای تداوم این نظام میخوان همین بازی‌ها رو ادامه بدن، من و شما همین حرفا رو بزنیم. وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی، با درود بر شما هموطنان عزیز و بزرگوار در هر جا که هستید، همزبانان گرامی، سامان من اشاره کرد وقت ما تمام شده است. تا برنامه دیگر که فردا شب خواهد بود و در باب تاریخ فلسفه صحبت میکنیم، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد دموکراسی.